برای دیدن بیشتری مطالب اسلامی کانال یوتیوبی ایمان صلات را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می کند. قل للذي يسعى لإرضاء الإله واسلك طريق المصطفى خير الدعاء يا أسوة الداعين يا خير الورى يا قدوة الهادين يا علم الهدى ما كنت فظا أو غليظا بينهم وبرحمة من ربنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. حضار گرامی، برادران مؤمن و ارجمند، سخنای امروزی خود در مورد مقام و منزلت یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، شخصیتایی که واقعا ما به اون نعمت بزرگ اسلام سرفراز شدیم با واسطه امچو پهلوانا و قهرمانا بر ما رسیده. مقام و منزلت ازیده پیش مردم ما شناخته شود. چرا ما دیدیم یک تعداد مردم در مورد صحابه کرام رضی الله عنهم گمانهای خیلی خرابی داره، بلکه تا اندازه صحابه کرام منزلت و مقام پیش مردم نداره که در حضور مجلسشان علیه صحابه کرام رضی الله عنهم لعنت گفته میشه، اما یا مهر سکوت بر لب خود میگذارند، از افراد گرفته تا رعیت و تا حکومت. حتی در مقامات خیلی مراکز علمی، در نشرات و در تلویزیون ها هم همچو مسائل بیان میشه، اما احد نیست که اعتراض بکنه بالایی که آیا سند دین ما اگر مطعون شوه، مجروح شوه، دین ما مأمون یا مسئول باقی میمانه یا نمیمانه. از همون خاطر خیلی مهم و ضروری است که ملت ما آشنایی داشته باشه، مقام و منزلت صحابه کرام بدانه، حیثیت و اهمیت صحابه کرام بدانه که ما امروز به کدام طریقه و کیفیتی که نماز جمعه را ادا میکنیم و این ادعا را داریم که را به کیفیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ادا میکنیم. این نقلی ازی، روایت ازی، کیفیت ازی توسط صحابه کرام بر ما رسیده. چطور شده میتونه که کسی بگه که صحابه کرام نعوذ بالله مطعون است، اما لعنتا فرستاده میشه؟ او کلمه که در بین مسلمانان و مفسرین و محدثین فقها همه متفق است که بالای شخص مشخص باید کلمه لعنت گفته نشود. در حدیث است پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که لعنت به کسی بگوید، این کلمه لعنت بالا میره و طرف آسمان ها، دروازه های آسمان برای کلمه لعنت باز نمیشه، باز میگرده میاد طرف زمین، دروازه های زمین هم به کلمه لعنت باز نمیشه.
باز در مقابل کسی که لعنت گفته شده اگر اهلش باشه او لعنت سرش میشینه، اگر نباشه پس برمیگرده بالای کسی که کلمه لعنت گفته. از همون خاطر است عقیده اهل سنت و الجماعت است که لعنت بالای شخص مشخص تا وقتی که ایمان و کفرش معلوم نشده باشه، در مرگش معلوم نشوه که به کدام حالت وفات کرده، مشخص لعنت گفتن منع است. بله به طریق عموم مثل که لعنت الله بر ظالما، بر فاسقا، بر کفار است و این وارد شده در آیات قرآن کریم و در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم. دیگه قسم لعنت فرستادن نمیشه. اما امروز در مجامع بزرگ ما که از یک طرف ادعاها دارن که ما احترام متقابل در نظر میگیریم، ما امنیت وطن خود در نظر میگیریم، ما شور شغب خوش نداریم، ما زندگی صلح‌آمیز با او تعداد برادرایی که حتی ما هم فکر و عقیده نیستن، عقیده و فکر دیگری داره، ما لحاظی از واره داریم، احتمام برای اونمو معتقداتی از واره داریم، اما باز میبینیم که امی سخنات تکرار میشه. در مجالسشان به صریح الفاظ لعنت گفته میشه، در شبکه های تلویزیونی به خاندان صحابه کرام به طریق عموم لعنت گفته میشه. آیا این گپ ها واقعا سبب احساسات مردم نمیشه؟ و مسلمانی که غیرت داشته باشه، از قدر و قیمت صحابی خبر باشه، آیا او غیرتش در جوش نمیه که در مقابل صحابه کرام طعن و لعن گفته شوه؟ هیچ امکان نداره کسی بگویه که نه این گپا سبب تحریک مردم نمیشه، بلکه این گپا سبب تحریک بزرگ مردم میشه. اما چرا تأسف در اینجاست که یک تعداد از علما را ما دیدیم که متأثر از همچو تبلیغات های سو و از همچو حکایت های دروغینی که علیه صحابه ساختن متأثر شدن و حتی نعوذ بالله بدگمانی ها را در مورد صحابه یا پیدا کردن در نفس خودشان. منظورم است که ما یک مرتبه بدانیم که صحابه کدام طایفه است، کدام مردم است. ما خو میگیم که اگر کسی بالای صحابه طعن میکنه، نعوذ بالله این نسبت طعن به الله است، این نسبت طعن به رسول الله است، نسبت خیانت نعوذ بالله به الله است و نسبت خیانت به رسول الله است. چطور الله باشه، چطور الله باشه که پیغمبر خود برای اظهار دین خود در سرزمین خود روان کنه، در زمین خود روان کنه الله متعال، و بازم یارا و رفقای نعوذ بالله مرتدین فاسق و فجار در گردش جمع بکنه. هیچ عقل سلیم به الله قسم اگر طفل شما بگویه امی عقیده را نداره و نخواهد اقرار کرد که الله متعال پیغمبری را روان بکنه ولی یارانش مردمای فاسد و فاسق و فاجر و غاصب و ظالم باشه، مرتد باشه. افسوس نیست؟ اما امروز میبینیم که مردمی که داد از اخوت میزنه، داد از برادری میزنه، داد از امن و صلح میزنه، امو مردما به زبان بزرگایشان لعنت بر صحابه فرستاده میشه. چرا؟ آیا صحابه کدام مردم است؟ امروز دینی که ما و تو قطش ناز و فخر میکنیم، امروز دینی که تو سبب افتخارت است، توسط کی بری تو رسیده؟ خب بله ما دیدیم و شنیدیم و قرآن بر ما درس میده که بله دشمن مکار، دشمنی که توان مقابله و مقاومت در میدان نداره، همیشه تلاش کرده دین از راه دیگری تخریب بکنه، مردم مشوش بسازه. یهودم امیر میگفت که اگر وحی را جبرئیل امین نمی آورد، میکائیل می آورد، ما او را تسلیم میکردیم. چرا تسلیم نمی کنیم؟ جبرئیل امین منطقه ها را خراب کرده. اصلا منظورش ای بود سند دین پیغمبر توسط جبرئیل امین رسیده، یعنی وحی الله توسط جبرئیل امین رسیده. ای را خدشدار میکرد، ای را طعن میگفت به خاطری که دین پیغمبر مطعون شوه، مجروح شوه و در مورد شک و شبهه پیدا شوه و مردم اینطور فکر بکنه که والا دینی که جبرئیل امین آورده قابل اعتبار و قابل قدر نیست، به خاطری که امو دین محرف خودشان که خود او زیادت و نقصان کرده بود او به امن باقی ممانه. چرا دینی که جدید آمده، وحی جدید، دین محرف و منسوخ شده از واره از بین میبره، باطل اعلان میکنه و از این کار گرفته بودن، میخواستن سند دین ما را از الله به رسول الله قطع کنه و او سند ما را مطعون بسازه. اما شاگردای از
و کسایی که واقعا در رنگ یهودیت در طول زندگی خود رنگ شده و کسایی که از چشمه یهودیت نوشیده خود سیراب کرده، امو مشن، امو منهج، امو طرز و طریقی یهودا امروزم دنبال میکنه. از امو خاطر در امت اگر کسی پیدا میشه علیه صحابه کرام طعن و لعن میگه، بدانه که یا میخواه دین ما را غیر مؤمن بسازه، دین ما را مطعون بسازه، دین ما را در خلل بندازه. امی مردم است که اینمی شیوه یهودا امروزم دنبال میکنه. ما باید بدانیم کسایی که عقیده داره ما محبت صحابه، ما صحابه که کدام فضیلت داره جز عقیده ماست. ما عقیده داریم که دین توسط صحابه بر ما رسیده. الله متعال اشخاص و اصحابی را به پیغمبر منتخب کرده که دنیا نظیرش ندیده و نخواهد دید. و جان فشانا و فداکاری هایی که صحابه کرام انجام داده، یکه شما تاریخ صحابه را بخوانه، یک دفعه زندگی صحابه خود آگاه بکنه که او کدام شخصیت ها بود. از زن تیر بودن، از اولاد گذشته بودن، از زندگی قطعا صرف نظر کرده بودن، اما را فدای دین رسول الله کرده بودن. چطور شده میتونه ای بدبخت، ای کسی که تو علیه صحابه لعنت میفرستی، از تو سوال میکنم پیغمبر از دنیا رحلت کرد، چی باعث بود که خونی خود در دست خود گرفته تا افغانستان تو هم کلمه توحید الله و محبت رسول الله را بری تو نقل کرد آورد؟ باز دیگه کرسی ناز و نزاکت برش میاثر بود، ضرورت به این نداشت که خود در افغانستان شهید کنه، خونی خود بریزانه، در هر مملکت لشکر بفرسته. و خب به نظر تو نعوذ بالله جبت و طاغوت بودن، و خب به نظر تو مرتد بودن، و خب به نظر تو غاصب بودن، و خب به نظر تو دشمن پیغمبر و دین الله بودن. خیر چی ضرورت بود که وا اینقدر جان فشانی ها میکرد، فداکاری ها میکرد، در تمام اطراف اکناف جهان دین محمد صلی الله علیه وسلم رسانید. و حدیثی که اگر تو واقعا انصاف داشته باشی، تنها او احادیثی که در مورد محبت اهل بیت، در او احادیثی که در مورد فضیلت حسن و حسین رضی الله عنهما نقل شده، امی مردم نقل کرده، تو هیچ روایتی نداری بجز از اینکه از صحابی روایت بگیری. چطور او مردم تو طعنه میزنی؟ چطور تو مردم نعوذ بالله لعنت میفرستی؟ بسیار جای تاسف است. ما ملت بازم خواب هستیم. فقط دین ما عبارت از چیست؟ کلمه طیبه را یک مرتبه به زبان بگو دیگه مسلمانی واقعی استی. رسمکی یک چند وقت نمازم در مسجد یا غیر مسجد ادا بکو، مسلمان هستی، جنت در تکیت است. ای مسلمان، سری تو لازم است که مقتضیات کلمه طیبه را باید بدانی که کلمه طیبه از ما چی تقاضا داره. آیا ایمان توسط چی نقض میشه؟ ایمان چطور از انسان خارج میشه؟ یقینا به الله قسم امروز هم مردمانی هستند که اقرار و اعتراف به کلمه دارن ولی مسلمان نیستن. اقرار و اعتراف به کلمه دارن، میخوانن، اما مسلمان گفته نمیشه. علت چیست؟ علت است که ضروریات دین منکر است. ما مثال میدیم، قرآن کریم مدح صحابه را کرده، قرآن کریم افتخار صحابه را بیان کرده. الله متعال شاهدی میده وقتی کسی شهادت الله را قبول نکنه، شهادت الله را خدشدار بسازه، مسلمان است یا کافر؟ کسی هم مسلمان باقی نمیمانه. عایشه رضی الله عنها مادر مومنه، بحثای آینده ما انشاءالله در مورد ازواج مطهرات هم هست که مردم ما بدانه که الله متعال و پیغمبر خود همسران چه قسم همسرانی را انتخاب کرده بود، چه امتیازاتی داشتن. ما در مورد ازواج مطهرات معلوماتی داشته باشیم، بدانیم قرآن کریم براءت و پاکی عایشه رضی الله عنها را از آسمان روان میکنه، آیات قرآن کریم است. اما کسی که عایشه رضی الله عنها را امروز هم عقیده داشته باشه و بگوید که فاحشه بود، تأسف ای جناب الله که امروز به خاطر اخذ اسناد زانو زده ای، اما میپذیری کفر، اما میپذیری اهانت و ذلت. به الله قسم که جهان به خاطر سند در دستم بدی، به الله قسم به یک موی صحابی برابر نمیکنم اگر مسلمانی واقعی باشی. ولی امروز زانو زدی، در سوال تا ورده میشه. عایشه نعوذ بالله 4 جز سوال برش مقرر کرده، فاسقه است، فاجره است، فاحشه است، همهش است. مولای محترم، تو در اونجا زانو زدی، تو را به الله قسم غیرتی در جوش آمد؟
اگر تو مؤمن واقعی بودی به الله قسم از او جامعه قطعا سنت اخذ نمیکنی اگر مؤمن واقعی باشی. اگر مؤمن واقعی نیستی در مورد عایشه رضی الله عنها یکیش انتخاب کو و بی غیرت انتخاب کو در سوالت. تو توحید میشی تو تحقیر میشی. این مسئله دین است. این مسئله دین است. اگر مردم بگوید اگر حکومت از ما تقاضا کنه که مسائل نگویه چرا شور شغب فرقواریت پیدا میشه. این موضوع دین است. مرا در دار بنداز مرا در بندی خانه بنداز اما الله متعال از ما مطالبه کرده که ما اینا بگویم. این موقف دین است. مثل که قطعی کافر جهاد میکنم هر کسی که سر هر جز دین من حمله میکنه اعتراض میکنه من مقابله قطعش میکنم حراسی ندارم. چرا؟ مردم چرا گول میزنه؟ حالا گپ نزن از موقف خود اعلان نکو. آن چیزی که در اهل سنت و جماعت اگر سنت است بدعت است بیان نکو. چرا؟ به خاطر که مسئله فرقواریت است. آیا این فرقواریت کی انگامه میکنه؟ کی را تحریک میکنه؟ یک دفعه خود نظر بندازیم. ملت کجا خواب است؟ ملت چرا خواب است؟ چرا دفاع نمیکنه؟ تلویزیون ها چرا چپ است؟ چرا این مردمی که اونجا محصل آمده از او دیار دور پدر و مادر منتظر عزیز که یک روز بچم معلم میشه معاشش بخورم مردم برم بگه که بچه فلانی معلم است اما جنازه از او خوانده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ کدام حکم شرعی کسی وجود داشته باشه که در مرکز تعلیمی هیاهوی پرتو این کدام عزاداری است؟ بزرگا باز میگه کدام احمق و کدام کردل است که میگه عزاداری از 3 روز اضافه جایز نیست. جناب محترم عزاداری را میشناسی؟ تعزیت میگه به قول به گفتار مصیبت زده را تو به سخنای خود دلصبری بده برای از او یک چیزی از مسائل صبر بگو که قلبش خوش شوه آرام بگیره مصیبتش کم شوه کاسته شوه. این را میگه تعزیت. عجیب است که کسی مفهوم تعزیت نمیداند. کسی نمیفهمه که تعزیت برای کی میباشه. آیا بزرگترین اقارب پیغمبر علیه السلام امروز کیست؟ پیغمبر کی را اقارب خود معرفی کرده که ما تعزیتش بکنیم که مصیبت زده است؟ مصیبت زده است برای کی تعزیت کنیم؟ بعد از 1400 سال بعد از 1400 سال کی را تعزیت میکنیم؟ بیار یک نفر که واقعا پیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم است در هر خرد و بزرگ در هر امر بیه مقایسه کنیم در جهان ببینیم که سر سنت رسول الله کی جان میده دفاع سنت رسول الله کی میکنه با کی آدم تعزیت بکنه. این خب به قول میباشه به عمل خو نمیباشه به تکیه که آویزان کردن خو نمیباشه به زدن سینه ها خو به الله قسم نمیباشه. بیا اگر کسی مرد است واقعا بگویه که ما دلیل و سند داریم از نگاه شریعت که قطعش بشین. تعزیت تو میدانی یا نه؟ تعزیت به سخن میباشه به عمل نمیباشه به زدن و کندن نمیباشه به این که مساجد از خون ملوث بساز نمیباشه در مساجد شرماشور اپرت گریانور اپرت به این رقم نمیباشه. یک مورد دینی تا برای ما نشان بده. ولی چرا این حالت است؟ زمانی از تیر شد کتاب الله پیش ما وجود داره حدیث پیغمبر وجود داره زندگی کو زخمای سابق پس تازه نساز. تشاجرات و مخالفت هایی که در زمان سابق در امتهای سابق تیر شده چرا تو تازه میسازی؟ چرا هیاهویه میپرتی؟ هر کدامشان در موقف خود رسیده. چرا؟ خیر امروز ملت چرا زبان خود دوخته لبای خود دوخته؟ ای شبکه تلویزیون والا ترا بالله قسم یک زن یک مسئله تجاوز جنسی میشه ای رادیو و تلویزیون 20 مراتب رو اعلان میکنه برای بدنامی مسلمان ها. اگر یک موضوع یک جرم و گناه انجام داده شده در یک گوشه ولی مردم خبر میکنه مردم دیگر رو تحریک میکنه که شما هم این کارو کنه 1000 دفعه اعلان میشه اما مرکز علم مکمل بسته میشه کسی نیست که اعتراض بکنه. چرا؟ والله چی جواب میگی؟ جنابی پارلمان برای چی نشسته ای؟ جنابی وزیر جناب محترم مولوی عالم برای چی؟ چرا سکوت میکنیم؟ چرا حق بیان نمیکنیم؟ چرا دفاع از حریم صحابه نمیکنیم؟ چرا؟ بله نمیگم صحابه معصوم است
صحابه خطا شدن. ما به جز از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای کسی دیگری عقیده معصومیت نداریم. ابوبکر رضی الله عنه افضل ترین صحابه به نزد اهل سنت و الجماعت بعد از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ولی خطا شده یا نشده؟ خطا شده. خطا شده. چرا؟ اسیرای بدر که گرفته شد پیغمبر مشوره ها را طلب کرد. ابوبکر رضی الله عنه چی مشوره داده بود؟ گفت باید فدیه گرفته شود. ضعف اقتصاد ما، حالت ما، سری مردم انصار ما بوج هستیم، بیا فدیه را بگیریم یا رسول الله، مرکز دین خود تقویت ببخشیم. پیغمبر تمایل کرد برای ابوبکر، اما عمر رضی الله عنه بود که استاد شد گفت یا رسول الله هر کس قریبش به دست خودش بده و کلیش ببره. آیت موافق رأی کی نازل شد؟ عمر رضی الله عنه. پیغمبر علیه السلام گفت که اگر عذاب الله می آمد و جز از عمر رضی الله عنه دیگه کس نجات پیدا نمیکرد. یک صحابی دیگه ممروش بود. ببینید خطا شده. عمر رضی الله عنه خطا شده. بعد از ابوبکر افضل ترین صحابه کیست؟ عمر رضی الله عنه. خطا شده نشده؟ خطا. در جنگ حدیبیه خطا نشد؟ یک درو پیغمبر نمیگفت که دین ما حق است؟ چرا این شرایطی که تو نوشته میکنی امضا میکنی اینا ما بپذیریم؟ و پیش ابوبکر رضی الله عنه نرفت گفت دین ما حق نیست. چرا این شرایط پذیرفته میشه؟ خطا نشد؟ در مرگ پیغمبر عمر رضی الله عنه خطا نشد؟ شمشیر خود نکشیده بود گفت کسی بگه پیغمبر وفات کرده من سرش میبرم. اما ابوبکر رضی الله عنه در سر منبر بالا شد گفت من کان یعبد محمدا فقد مات. کسی که عبادت پیغمبر میکرد و وفات کرد. و من کان یعبد الله فهو حی لا یموت. کسی که عبادت الله را میکنه و زنده است و نمرده. عمر رضی الله عنه میگه که مغزم اعلا شد الله اکبر من در چی خطایی رفته بودم. ابوبکر رضی الله عنه برای منع زکات و قاتله را اعلان کرد. همین عمر رضی الله عنه نگفت نامد برش کیف تقاتل من قال لا اله الا الله. ابوبکر رضی الله عنه میگفت ای ابوبکر کسی که لا اله الا الله میگه چطور جنگ میکنی؟ ابوبکر رضی الله عنه گفت بالله قسم اگر یا منع کردن یک گردنبند شتر که در زمان پیغمبر تادیه میکردن من امرایشان جهاد میکن. دروازه ها را بند کرد ابوبکر رضی الله عنه. ابوبکر خطا میشه، عمر خطا میشه، عالم خطا میشه، امام خطا میشه. اما امروز ملت ما خطایی امام خدا نمیپذیره. امروز ملت در کدام گمراهی ها روان است؟ کدام طرف حرکت میکنه؟ نمیپذیره. تابعین مذهب حنبلی خطا امام احمد بن حنبل نمیپذیره. حنفیات امام ابو حنیفه را، مالکیات امام مالک، شافعیات امام شافعی را رحمت الله علیهم از یکیش نمیپذیره. میگه خوب است خراب است این امام است. این کدام دین است؟ این کدام دین است؟ چرا نمیپذیریم؟ بله صحابه خطا شده، مجتهدین بودن، به خاطر هوای نفس جنگ نکرده، مخالفت نکرده. کرده باشه به ما چی مربوط؟ ما با کتاب الله موجود است، تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه وسلم موجود است. الله اکبر. ما چرا با کتاب رجوع نمیکنیم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ الله برای ما بیان میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله شاهدی الله متعال است. اگر کورا حقیقتش رسالت پیغمبر بدونه یا ندونه، اگر مردمای ضد و عنادی انکار بکنه از رسالت پیغمبر هیچ ضرری نمیرسانه. چرا؟ شاهدی رسالت پیغمبر کی میده؟ الله متعال میگه محمد رسول الله. محمد پیغمبر کیست؟ فرستاده الله است، رسول است، پیام الله را او آورده. نقشه عبادت و تعلیم دین پیغمبر بر ما میده، کسی دیگری نمیده. مردم ما در جای پیغمبر امامای خدا بالا کردیم. هر طایفه به خود امام داره. نگوی که تن اهل تشیع امام داره، اهل تسنن هم امام داره. امام خدا معصوم میدانه. حق بگویم، به انصاف حرکت کنیم، ببینیم که رسول کیست. الله اکبر. امروز حدیث پیغمبر با سخن یک امام مقابل میشه. میگن بله حدیث خو هست و امام ای گپ نگفت. جهنم جایت نمیشه، سنگ سرت نمیبارد. تو بر رسالتی که عقیده داری؟ محمد رسول الله، محمد پیغمبر الله است. والذین معه، و کسانی که امرای پیغمبر است.
همراه پیغمبر کدام مردم است؟ اینجا معیت عقیده است، فکر است، هدف است، منهج است. اون مردمایی که با پیغمبر است، در فکر یک فکر داره، در هدف یک هدف داره، در منهج و طرز و یک مشن و طرز داره، یک عقیده و مفکوره داره. امی مردم است. قرآن کریم مالی بر ما بیان میکنه چه صفتا داره. امی مردمی که با امرای پیغمبر است. با امرای پیغمبر کی بود؟ راستی تا بگو. حسن و حسین بود در اون زمان؟ کلا قطعا نه. بعد از اما بزرگترین امام علی رضی الله عنه است که شما تعیین کرده، یک علی رضی الله عنه بود، او هم خرد بود، بچه بود، سالی را کلان سال نشده بود که پیغمبر قطعش مشوره میکرد، کارهای خود قطعی از او تنظیم میکرد. سینه را سپر ابوبکر رضی الله عنه کرده بود در مقابل مبارزه با مشرکین. راستی تا بگو، چرا اعتراف نمی کنی؟ از انصاف گپ نمیزنی؟ بالله قسم ابوبکر جانش، اولادش، دخترش، زنش، مالش مکمل فدای کی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم. از تو سوال دارم، ای کسی که دشمنی ابوبکر رضی الله عنه هستی، تو را بالله قسم هجرت پیغمبر توسط کی برابر شد؟ شطر با پیغمبر کی داد؟ در غار ثور امرای پیغمبر در هجرت کی شریک بود؟ نان در غار ثور کی آورد؟ احوال قریش و احوال کفر کی؟ دیقان چوپان ابوبکر رضی الله عنه خدمتگار پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. ولی زمانی که روان میشد، تو را بالله قسم که وقتی اسما رضی الله عنها کل دارایی را گرفته، صحابه را سیرتش بخونی، ای ملت آشنا شوی، بفهمی صحابه را قدرش، خصوصا خلفای راشدین، خصوصا خلفای راشدین قدرش بدان که خلفای راشدین کدام مردم بود. امروز هر کس و ناکس میخیزه، نعوذ بالله، لعنت ها میفرسته، بدگویی میکنه، مرتدین اعلان میکنه. یک دفعه بخون که دین از کدام ناحیه قوت پیدا کرد. آیات قرآن است و اینطور معیت داشتن. تو را بالله قسم تو یک دفعه زندگی ابوبکر رضی الله عنه را مطالعه کن. علی رضی الله پسند پیغمبر اسلام در حالت مردن بود که در جوانی رسید او جوان شد. نمیگیم اهل سنت و الجماعت حب اهل بیت از جمله جزئی چی میدانن؟ ایمان میدانن. کسی که با اهل بیت محبت نداره کافر است. ولی ما افراط و تفرید نمی کنیم. در هر رکعت نماز خود میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما مفرطین نیستیم تنقیص کنیم شان یک کسی را، ولی افراطین هم نیستیم، مفرطین هم نیستیم که زیادت کنیم. از مخلوق معبود جور کنیم، الله جور کنیم، با مخلوق صفت الله را ثابت بکنیم. او تورام نیستیم، خوی تورام نیستیم که نعوذ بالله با مصائب اهل بیت ما خوشی را ظاهر کنیم. قطعا کلا نه. اهل سنت والجماعت خط مستقیم و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قرآن مطالعه کو، کتاب الله برای چی میگه؟ خط مستقیم کی را میگه؟ ما نه یهود هستیم که پیغمبران به دار بکشانن اعدام کنن و نه نصارا هستیم که پیغمبر الله بگوید. ما پیغمبر بنده الله و رسول الله میگیم. به عقیده قرآن است، عقیده تعلیمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. برش متوجه شویم. قرآن برای ما میگه چه صفت داشت کسایی که همراهان پیغمبر است در فکر، در عقیده، در منهج، در مبارزه، در صف، در سنگر. الله اکبر، دل آدم کفت میکنه، میترقه. و صحابی که امروز توی کرده بگاه عروس آورده اما اعلان جهاد میشه، سنگر گرمی عروسی خود اعلان میکنه و در جهاد شهید میشه. ای جنابی دشمن، ای دشمنی صحابی، کدام وجدان بری تو اجازه میده که این صحابی مرتد است؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله. 5 تن از پیشش بگی دیگه شکل خط بطلان بکش. کدامش است؟ یک دفعه خود فکر بکن کی را فریب میدی؟ والله قسم کسی که کمی عقل داره درک میکنه حقیقت، واقعیت دین درک میکنه، میدانه که دین چی را میگه. دین از طرفی که بر ما رسیده، از طرفی که بر ما رسیده. امی مردم قرآن توصیف میکنه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. الله اکبر. اولین صفتی که قرآن کریم به صحابه بیان میکنه این صفت است، اشداء. کوسکو سنگرای قوی است، بنیادای محکم است،
در مقابل کفار مداهنت قبول ندار. زندگی تباه میشه، جان میره، ولی تسلیم به احکام به نظام کفری نمیشند. امروز چرا مداهنت است؟ امروز چرا دینی خود دسترخوان برای یهود و نصارا جور کردیم؟ هر حکم ازور سری خود خواه نخواه به یک وجه نه یک وجه بپذیرانیم، عملی کنیم. تا امروزه قاتل چرا قصاص نمیشه؟ زانی چرا سنگسار نمیشه؟ موارد زیاد شده. تو رادوی غرب برامد یاد ذکر کرده رایستی که تجاوز جنسی شده. در مملکتی تو به میلیون است، از دست زیادتش آمار گرفته نمیتونی. اما در افغانستان یک واقعه را تو دیده نمیتونی. چرا پیدا شده این واقعه؟ از دست تو که حد جاری نشد، از او خاطر پیدا شد. تو عامل ایجاد همچون مسائل توستی. اگر این اسلام، این دین، این حکمت و می عقیده اسلامش میگذاشتی که یک نفر اونجا سنگسار شوه، یک زن سنگسار شوه، باز ببینم که دختر چطور گریخته میتونه قد یک بچه، باز ببینم که یک بچه چه قسم دست خود دراز کرده میتونه بالای یک طفل. کلا قطعا نه. همه حرکت های غلط که در وطنم پیدا میشه عاملش توستی. چرا که مانع تنفیذ احکام الله شده ای. نمیکنی. مداهنت نیست. صحابه تسلیم نمیشدن. فقر آمده، غریبی آمده، انحصار آمده. اینمی قیودات، اینمی انحصاراتی که ممالک سری دولت ها میگذاره سری صحابه آمده. اما صحابه تسلیم به نظام کفری نشده، قطعا نشده. صحابه می خصوصیتش است. ای جناب، کسی که دشمنی با صحابه داره، تو را به الله قسم امروز به کی تسلیم هستی؟ امروز افرادی که خیلی زیاد نصرانی میشه، امروز افرادی که زیاد یهود میشه. برو صحابه را خود قرآن میگه این در صفت داشت. تو باید صحابه را الله میگه که شداء علی الکفار، سخت دل بودن در مقابل کفار، مداهنت نمیکردن، نرمی اختیار نمیکردن. الله اکبر. لطف و مرحمت در قلب وجود داره، اینجا قهر است، لیکن بالمقابل رحماء بینهم، یکی بالای دیگه مهربانی کننده، رحم کننده در بین خودشان بود. الله اکبر. در یک قلبم قهر است، ام تلطف و نرمی است، اما جهت ها مغایر است. و جهت یک جهت است، این جهت دیگه جهت است. امروز الله رحم بکنه. اگر ما یادتان باشه ایمان و ایمان است که با معیار صحابه باشه، عمل عمل است که با معیار صحابه باشه. فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قرآن میگه اگه مردم ایمان آوردن با مثل ایمان با او کیفیتی که صحابه آورده، اونجا هدایت یافته هستند، راهیاب هستند. و جز از او راهیابی قطعا نصیبشان نمیشه. معیار صحابه است. ما برعکس، الله رحم بکنه سر ما، برعکس امروز بغض کینه امرای کیست؟ مسلمان. کدام مسلمان؟ مسلمانی که پیروی از سنت رسول الله میکنه، رفع الیدین میکنه، آمین بازور میگه، صفا میچسبانه. قطعی بغض است، قطعی عناد است، قطعی بدگویی است. اما با یهود و نصارا بغل الاست، میمانی ها داده میشه. امروز در کدام منهج صحابه ما روان هستیم؟ کدام طرف ما روان هستیم؟ بالله چی جواب میگیم؟ اشداء علی الکفار. کفار کی میگه؟ کسی که از دین کار میکنه، کسی که دینی توهین میکنه، کسی که نظامت نمیخواد، کسی که تو را حقیرترین میشماره، کسی که خونی تو پیش از ارزش نداره، کسی که آبروی تو را لغتمال میکنه. اما مردم چرا قطش شدت نداریم؟ قرآن برای ما چی میگه؟ اوصاف صحابه را بیان میکنه. رحماء بینهم، کمال ترحم و شفقت در بین خود داره، در مساعدت، در همکاری. الله اکبر. یک دفعه شما زندگی صحابه را معلوم کنی. آیا انصاری نگفت به می عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه زمانی که در خانه خود برد، زنش برش میگه که عبدالرحمن خود نو مهاجر آمده، چیزی نداره، از ملک و مال برش جدا کن، حصه را معلوم کن که برای خود کار روزگار بکنه. برش پیشنهاد میکنه ملک و مال که اینی کار است، تا این اندازه را که دو زن دارم خب گوشت را بگیره، کدامش خوش میکنی که طلاق بدم توم زندار شوی. صحابی بی غیرت نیست، بی ناموس نیست، اما صحابی قدر و قیمت یک مهاجری که با دین فرار کرده، همرکاب پیامبر صلی الله علیه و سلم است،
قدر ازیر میدانم که چشم صحابی هم جمع باشه به اهلش، چشمش در بیگانه دور نخوره. او نور صحابه میگن. اینی در مردم صحابه میگن. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بوج نبود که خود سری کسی دیگه پرته. گفت نه، برای من فقط راه نشان بده بازار کجاست، چه قسم کارا درش وجود داره. شروع کرد در کار و تجارت خود. وقت کم تیر نشده بود که صاحب مال شد، لیستی برای خود زن نکاح کرد. ماوری نبود که بوج سری مردم باشه، باری ما سری مردم باشه. او خود عمل میکرد. ای کاش که ما سیرت صحابه را از نظر عبرت بخوانیم، از او درس بگیریم که صحابه چی زندگی داشت، برای چی مقاومت میکرد، برای چی جان میداد، برای چی نفس خود قربان میکرد. به الله قسم برای پاچویی نبود، برای ملک نبود، برای مال نبود، برای حفاظت دین الله، برای حفاظت آبروی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بخوانید در جنگ احد طلحه رضی الله عنه چطور سپر پیامبر شده. نه، مردار بگذار، زنای صحابه را تاریخش بخوان. الله اکبر، انسان تعجب میکنه. ای دشمن صحابه، چه قسم وجدانت اجازه میده که سری همچو مردم تو قلم بطلان کش کنی و نعوذ بالله کلمه ارتداد برش استعمال بکنی. رسیدنیستی در روز قیامت ان شاء الله پیش الله جواب میدی. تو شک و شبهات برای مردم پیش کردی. مردم در کجا، در کدام حالت قرار داده؟ رحماء بینهم، در بین خود چقدر شفقت داشتن، مهربانی داشتن. اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا. الله اکبر. ای کاش آیات قرآن ما واقعا به خاطر تطبیق حکم الله در زندگی خود تلاوت کنیم، ختمای رواجی نباشه بنگ بنگ کنیم، یا صرف صدای قاری را خوش بشنویم سرا را شور بدیم. ای کاش که در عمل واقعا اما قسم صفتی که برای صحابه است ما دیده شود. تراهم رکعا سجدا، تو میبینی یارا رکوع کنان، سجده کنان. در قیام آدم معلوم نمیشه، از خاطر قیام ذکر نکرده. سر و کارشان با عبادت الله بود. نماز ارزشترین چیز برای صحابه بود. چرا؟ به خاطری که رابطه قوی که با الله انسان وابسته میسازد. انقلاب در وجود انسان میاره. این نماز است. نماز، این نماز است. نماز تو را درست میسازد. امروز نماز چی حیثیت داره؟ از 5 وقت یک وقت میخوانیم، به جماعت میخوانیم. اگر بخوانیم جماعت های ما الله خبر داره که چی رقم جماعت است، چقدر با سنت موافق است و چقدر بدعت ها درش ایجاد شده. کدام نماز؟ تراهم رکعا سجدا. الله اکبر. سر و کار باز نماز، کار الاست، همه چیزا الاست، به نماز میشتافتن. الله اکبر. وان علامه دین انسانی نمیسته. تو اگر الله عظمتش در قلبت است، تو اگر از الله حراس داری، معلوم بشه که فرمان اول الله را چی رقم تو بجا میکنی. فرمان اول الله نماز است. آیا تو نماز خواندی؟ 2. با این نماز خود چی میخواستن؟ خودنمایی میکردن، ریا میکردن، خود در بین مردم مشهور میساختن؟ نه، یبتغون فضلا من الله، طلب میکردن احسان از جانب الله متعال. عمل کم، اما از الله متعال رحمت زیاد تقاضا داره، کامیابی زیاد تقاضا داره. واقعا همونطور شد. چیزی که اراده و نیت داشت الله متعال برشان رساند. داد کتله کوچک، فرقه کوچک، هر کس سرش دور، در هر جای نداشتن. الله متعال چطور سری سر زمین کامیاب میکنه، غلبه را برش نصیب میکنه. یبتغون فضلا، طلب میکنه احسان از الله را و رضوان و رضامندی الله را. اعمال زیاد انجام داده میشه. عزیزان گرامی، واقعیت است امروز ما مسلمانای خیلی زیاد داریم، اعمال انجام داده میشه، کلان کارا میشه، مسجد ها جور میشه، مدرسه ها ایجاد میشه، مسابقه سیرت ها،
نهاده میشه. برای کسی که اول نمره است، ما چون که موتر قیمت 40,000 دلار داده میشه، لیکن قید رضواناق دیشه است یا نیست که به خاطر رضامندی الله متعال کرده باشه. چرا؟ اگر به خاطر رضامندی الله باشه پنهان است. خود صحابه را الله شاهدی میده، مجمعی که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است الله شاهدی میده که اعمالشان برای چیست؟ طلب رضامندی کی؟ الله متعال. و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. علاماتشان علامات بندگی کامل، علامات تسلیمی به نظام اسلام، علامات محبت با دین و با رسول الله بالکل از چهره مبارکشان نمایان است. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. سجده هایی که انجام داده سیمایشان معلوم میشه. مفسرین دو قول داره، کسی میگی در آخرت است، یک تعداد مسلمانایی که موحد است، عقیده توحید الله را داره، اما مرتکب گناه شده، الله بخشش نکرده، توبه نکرده، بعد از عذاب تیر کردن در جهنم ندا میکنه الله متعال به ملائکه خود که بکش بندگان موحد مرا از جهنم. و میگه یا الله از کجا بشناسیم؟ کسانی که در دنیا سجده مانده، نماز خوانده، چهره هایشان سفید میزنه. گفت آیا شما نمیشناسید؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. بعضی علما میگه که نه، در دنیا هم امی سیما معلوم میشه. آدم دیندار و مخلصه هر کس شناسایی کرده میتونه. بعضی از علمای تابعین میگه که رنگایشان زرد است از دستی که شب در تهجد گذرانیده، در عبادت الله گذرانیده. ولی عام علامات است. آدمی که واقعا دیندار است، او متکبر نیست، او ریاکار نیست، او متظاهر نیست، او بسیار عاجز، او فروتن در جستجو تلاش خدمت دین است. چه قسم میتونم یک جای موقع خدمت دین پیدا کنم؟ الله متعالی صفتا را نصیب ما بکنه که کس سر ما آواز نکنه که فلانی کاری دین است بکن، نه، خود تلاش کو پیدا کن. این صفت اگر در ما پیدا شود بسیار مشکلات ها حل است. بس مواقع است که بسیار مهم است اما کسی آواز نمیتونه، خب کسی دیگری جستجو میکنه که تو باش موقع خدمت در کجا است. زمانی که در عالم ما، زمانی که در تاجر ما، زمانی که در وکیل ما، در آمر ما، در عسکر ما، در رعیت ما این صفت پیدا شد که خود در تلاش خدمت باشه، این وطن بالکل آباد است، همه چیز کامیاب است. ولی با تأسف که این صفت حتی دور از علمای واقعی در علمام دیده نمیشه. این موقع دین بود، موقع خدمت بود، و تو ضرورت بود. چرا این آنه با نمیکنی، خود این لبو لب میزنی؟ چرا؟ امروز از حفاظت دین سری توست. با بیان خود مردم گوشایش باز بساز، مردم درک بکنه حقیقت دینی خدا، گنگ نمانه، موقفی خدا بدونه در عقیده که ما در مورد اصحاب چی عقیده داشته باشم. اگر نه که احمد خفه نشوه، محمود خفه نشوه، آقا خفه نشوه، صبا باز در رایگیری و انتخابات برم رای نمیده. بدان او مسلمان، اگر در پارلمان هستی، اگر وزیر هستی، اگر رئیس دولت هستی، دین معامله نمیشه در مقابل مسائل دنیا. ایره بدانی به الله خود پیش میشی. این عزت دنیا را زیاد انتخاب نکو که الله به الله قسمی تو ذلیلت کنه. دین سبک نشمار، مسائل دین سبک نشمار. ما براتون اعلان میکنم کسانی که همچو واقعات میبینه و چشم سر که علیه صحابه تعرض میشه، طعن میشه، ولی برای موقف دنیوی و محافظه کاری خود آرام گرفته، ان شاء الله رسوا شده نیست. الله رسوا میکنه. ایره بدان نکو، عزت آخرت ترجیح بده. روز فرا میرسه که از این دنیا رحلت میکنی، به الله خود پیش میشی، جواب بگو، خاص به خاطر رضای الله مقاومت بکو، دفاع بکو. نکو اگر تو زرنگ هستی، ما هم زرنگ هستی، ما میفهمیم، ما میدانیم که چرا در معرض خطر خود یک انسان قرار بده. خب یکی از صحابه درس بگیریم که صحابه خود قرار میدادن یا نه که در خانه می نشستن؟ شما بگوید. قرار میدادن.
در ضمیری از ما این گپ نبود که بیا علی بلی کنم. سه صحابی فقط علی بلی کده، با این نیت نه که مخالفت از رفتن جهاد بکنه، سستی واره گرفته. 3 صحابی، کعب ابن مالک، هلال ابن امیه، مراره ابن ربیع رضی الله عنهم، در سوره توبه واقعه و داستان بزرگش میآید، بزرگش میآید، اما خود میآید اعتراف میکنه. سعی کنی. بالمقابل منافقین بود که خود او طرف میزدن، او طرف میزدن. جناب علمای محترم، وقتم پوره شده دیگه، صفتا را در جمعه دیگه انشاءالله بیان میکنیم از صحابه را که موقف بداریم. علمای بزرگواری ما، وزیرای محترم، کسایی که وکیل پارلمان در هر مجلس هستی، بدانه که شما مسئول هستی، الله از پیشتان سوال میکنه. این روزگارا با چشم سر مشاهده میکنه، ولی اگر از این بازخواست نمیکنه سنگ سرش میمانه. دفاع از صحابه نمیکنه، دفاع از حریمتان نمیکنه، بدانه که انشاءالله الله متعال از پیشتان بازخواست کردنی هست. الله متعال از شما بازخواست میکنه. ما یقین داریم در دنیا اگر انتقام ما گرفته نمیشه، در دنیا اگر کسی ما را توهین و تحقیر بکنه، اما ما مؤمن هستیم، عقیده داریم که محکمه عدالت قائم میشه و الله متعال ما را در محکمه عدالت ذلیل و رسوا نداشته باشه که نعوذ بالله خیانت در مقابل کی کرده باشیم؟ الله و رسول الله و صحابه و یاران رسول الله کرده باشیم. حدیثا میآید بعد از او پیغمبر چی میگه، صحابی چقدر منزلت داره بر ما میآید. وعده کرده بودیم در 1 بجه نماز میخوانیم. بارک الله لنا و لكم في القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.